اگه تو هم دوست داری یکی از بهترین هادای کال آف دیوتی موبایل 4 انگشتی برای شاتگان اسنایپ داشته باشی، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باش. سلام دوستان عزیز، چطورید؟ من امیر هستم. به کانال کد انوار خیلی خوش اومدید. بچه‌ها امروز قراره که یکی از بهترین هادای کال آف دیوتی موبایل برای شاتگان، SMG، اسنایپ رایفل، مارکسمن، کولت، SMRS، همه اینا هر چی دلت میخواد با این هاد میتونی بازی کنی. هم میتونی 6 انگشتی پلی بدی، هم 4 انگشتی، هم با هر دستی که بخوای روی این هاد میتونی پلی بدی، ولی بجز 2 انگشتی و 3 انگشتی. با 4 انگشتی به بالا اوکی میتونی پلی بدی و شاتا رو داری بچه‌ها. ویدیو رو اگه دنبال یکی از بهترین سنسور کال آف هستین به این چنل آخرین ویدیو هست. البته این آخرین ویدیو خب چون براتون گذاشتم یکی مونده آخر دیگه، اونجا براتون نوشته شده و کلی براتون شورت ویدیو آماده کردم. اینا رو شاتا رو داشته یه تک بسته اینجا براتون بزنم. آقا چنل رو تازه زدم، اگه میتونی به رفیقت منو معرفی کن. چنل رو لایک کن، پشمو ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن، زنگوله وای چه زبون نمیتونی میشه، زنگوله کانال رو بزن تا هر موقع ویدیو یا شورت ویدیو چیزی برات میذارم یا پستی چیزی برات گذاشتم حتما زودتر از همه با خبرش بیا آموزش رو بگیر. کلا تو چنل من آموزشه و بچه یه ویدیو آماده کردم براتون. حالا این هاد دارم میام براتون نشون میدم. بچه دعوا گرفتیم شدید تو کالا، براتون ویدیو رو 100% میذارم. و راستی بچه اگه چنل به 100 نفر برسه یه سورپرایز خیلی خوبی براتون دارم. به 100 نفر دارم میگم، 100 نفر رسید براتون یه سورپرایزی دارم. حالا اون سورپرایز الان اسپویل نمیکنم و خب سریعا ما رو به 100 تا برسونی خانواده رو گسترش بدیم. آقای خان منه شاید اولین کار برای تعجب پیدا کنید چی اصلا چرا اینطوری 6 انگشتی شاید نه روش میشه 6 پلی بدی. البته باید بزرگتر کنی چون من 4 پلی میدم. شبیه هاد بروکن هست مثلا اون اسلاید و جامپ و اون بالاه، آره شبیش میتونه باشه. این هادو هر موقع یک هفته بعد استفاده کن، یعنی پلی دادش یک هفته کلا نوعی بعد پرو میشی. بچه‌ها خیلی میگن کدشو کجا باید بزنیم؟ اینجا بچه‌ها وارد میکنید و کد داخل دیسکریپشن گذاشتم. و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.